به یونکست خوش اومدید. امروز قراره درباره یک موضوع جنجالی صحبت کنیم. اینکه چرا بعضی‌ها کودکان رو مورد آزار و اذیت قرار میدن؟ چه چیزی باعث میشه که اونها کودکان رو انتخاب کنن و به کودکان تجاوز کنن؟ خبری اخیراً بین مردم چرخیده بود درباره تجاوز به کودکان، اما این اولین مورد نبوده و در سال گذشته دقیقاً مورد مشابه وجود داشته و قطعاً موارد متعدد دیگه هم وجود داره. اما تا حالا به خودتون فکر کردید دقیقاً مشکل از کجاست؟ چه چیزی باعث میشه یک فرد در این فکر باشه که بریم یک کودک رو آزار و اذیت کنه؟ نیما 9 سالشه. هر روز تو راه مدرسه کسی بهش با لبخند نزدیک میشه، اما نیما نمیفهمه چرا اون نگاه‌ها عجیبن. برای نیما به همین جا ختم میشه، اما برای بسیاری از کودکان نه. اسم این اختلال پدوفیلیاست. شاید اسم اون رو با نام بچه بازی هم شنیده باشید. اما تعریف دقیق علمی اون چیه؟ آیا هر کسی پدوفیل هست یا نه؟ یک سری ملاک‌ها برای تشخیص پدوفیلیا وجود داره. مثلا حداقل فرد باید 16 سال سن داشته باشه. به فردی که کشش داره به اون کودک باید حداقل 5 سال اختلاف سنی داشته باشن. و حداقل 6 ماه در حال خیال پردازی بوده باشه. پردازی‌هایی که با تمایلات و یا یک سری رفتارها و فعالیت‌هایی انجام در ذهن اون که عموماً کودکان 13 سال یا کمتر رو مورد هدف قرار میده. متخصصان بهداشت روانی در یک دهه شروع کردن به تحقیق درباره اعتیاد به رابطه جنسی با کودکان و نوجوانان و مشغولیت در چتروم‌ها. در اون تحقیق معلوم شد که پلیس 51 خلافکار رو دستگیر کرده که اونها مبتلا به افسردگی شدید، اختلال سازگاری و اختلالات مصرف مواد بودند. اما هیچ کدوم مبتلا به اختلال بچه‌بازی تشخیص داده نشده بود. این خلافکاران اینترنتی در دو گروه حضوری قراری رو ترتیب میدادن یا نه در همونجا ختم میشه. اما چیزی که جالب بود این بود که بیشتر اونها اصلا اختلال شخصیت ضد اجتماعی نداشتن. 94% اولین بارشون بود با پلیس و نظام قضایی روبرو میشدن و اکثرشون سفیدپوست بودن، تحصیلات دانشگاهی داشتن و در طبقه اجتماعی متوسط یا بالاتر قرار داشتن. پس این یعنی خطر آزار کودکان فقط از سمت افراد سابقه دار یا مجرم نیست و ظاهر آدم‌های کاملا معمولی و حتی محترم هم میتونن این کارو باشن. اما حالا چه چیزی باعث میشه که یک فرد تبدیل به یک فرد پدوفیل بشه، مبتلا به پدوفیلیا باشه؟ ما فهمیدیم که این دوتا تفاوت دارن. پس یک فردی میتونه کودکان رو آزار بده اما مبتلا بهش نباشه. یک سری عوامل هستن مثل عوامل روانی. ممکنه فرد در کودکی مورد آزار و تجاوز قرار گرفته باشه که در اکثر افراد پدوفیلیا این خیلی موضوع برجسته بود. عوامل محیطی مثل دسترسی آزاد به محتوای مثبت 18 کودکان در اینترنت و تغییر در قسمت انگیزش مغز اونها. بذارید راحت‌تر توضیح بدم. اما بذارید ما روی اکثر این عامل‌ها تمرکز کنیم. یعنی آزار اونها در کودکی. اگه بخوام خیلی راحت توضیح بدم، آزمایش سگ پاولوف رو براتون مثال میزنم. تو این آزمایش اینطوری بود که پاولوف میومد هر بار یک زنگوله‌ای رو به صدا در می آورد و اون زمان به سگش غذا میداد. در اوایل سگ اون بزاق دهانی ترشح نمی‌کرد واسه شنیدن صدای زنگ، اما بعد از اون وقتی صدای زنگ میومد چه غذا با اون بود چه نبود، سگ پاولوف شروع می‌کرد به ترشح بزاق. بچه‌هایی که این آسیب رو می‌بینن دقیقاً همین اتفاق درشون رخ میده. مثلا در حدود سن 5 تا 8 سالگی که دوران آسیب پذیر رشد جنسی اونهاست، در اون لحظه بدن کودک ممکنه واکنش فیزیولوژیک داشته باشه، اما سیستم پاداش مغز که هنوز کامل رشد نکرده دوپامین ترشح میکنه چون این تماس فیزیکی رو اشتباه برداشت میکنه. دقیقاً چیزی که در کتاب روانشناسی The Body Keeps Score نوشته یه بسل وندرکولک که اینجا همین رو میگه کسایی که تروماهای شدید در کودکی دارن در ساختار عملکرد بخشایی از مغزشون مشکلاتی به وجود میاد. مثلا هیپوکامپوس که مسئول حافظه و پردازش احساسات تروماهاست میتونه اندازه و عملکردش کاهش پیدا کنه و باعث مختل شدن این تنظیمات احساسات بشه. یا مثلا با خودمون وقتی میگیم چطور این فرد میتونه این کار رو انجام بده، چون کورتکس پیش‌پیشانی اون که مسئول تصمیم گیری و کنترل تکانه‌ها و قضاوت‌های اخلاقی دچار تضعیف شده، چون در کودکی اونها مورد آسیب قرار گرفتن. یعنی طرف کمتر متوجه میشه چه رفتاری داره میکنه. و سیستم پاداشی مغز هم که گفتیم
برای محرک‌های نابهنجار فعال میشه و با گذشت زمان این فعالسازی غلط به شکل شرطی شدن در میاد، مثل آزمایش پاولوف که سنگ رو به صدا در می‌آورد و ناخودآگاه سنگ شروع می‌کرد به بزاق دهانش تراشا شدن. اما سوالی که پیش میاد، آیا این درمان داره یا نه؟ بله، درمان داره. اگه خانواده حامی باشه و خود فرد مشتاق تغییر باشه، بله. اما خیلی از این افراد در کودکی اصلا حمایت کافی دریافت نکردن یا خانواده‌شون مطلع نیست. دکتر بسل میگه در کتاب The Body Keeps the Score میگه که این دوپامین درسته به شکل اشتباهی داره ترشح میشه، اما یه سری درمان‌هایی مثل نورو فیدبک و MDR وجود داره که مغز رو قابل بازآزمایی میکنه. آنا سالتر در کتاب شکارچیان میگه که البته برخی از این کودکان درمان پذیر نیستن چون لذت رو با آزار دیگران ترکیب کردن و انگیزه‌ای برای تغییر ندارند. از اونور مایکل چیتونستو، روانشناس قانونی و متخصص این امور و نویسنده کانادایی، میگه افراد پدوفیلیا ممکنه با داروهای ضد تستوسترون و درمانهای شناختی رفتاری کنترل بشن، اما این درمان کامل و تغییر کامل بسیار سخت و نادره، چرا که مغز اونها شرطی شده و مسیرهای دوپامین در مغز به شکل غلطی شکل گرفته. دقیقاً مثل سگ پاولف، اما این بار آسیب زننده و ترسناک. حالا شما بگید چه رفتاری باید با افراد پدوفیلی انجام داد؟ آیا باید به اونها یک فرصت دوباره داد یا نه؟ متشکرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر به محتواهای روانشناسی و توسعه فردی علاقه‌مندید، حتما چنل رو دنبال کنید. تیم ما سعی میکنه همیشه به‌روزترین اطلاعات رو در اختیار مخاطبینش و دنبال کننده‌هاش قرار بده.